سرخط مهمترین خبرها. سفارت تاجیکستان از شهروندان خواست موقتا به روسیه سفر نکنند. طلب مقامات از راننده‌های شرکت‌های مسافرکش و بنیاد منزل‌ها برای آسیب‌دیدگان سیل در منطقه کلوب. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 11 سپتامبر است. سفارت تاجیکستان در روسیه از شهروندان کشور خواسته است که موقتا از سفر به این کشور خودداری کنند. سفارت روز 10 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های روسیه نظارت سخت جاری شده است. از این رو به شهروندان تاجیکستان توصیه می‌دهند که حالا به روسیه سفر نکنند. نمایندگی تاجیکستان در روسیه جزئیات بیشتر نداده است، ولی در چند ماه اخیر روسیه هزاران تاجیکستانی را به این کشور راه نداد یا اخراج کرد. وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفت که در نیم سال اخیر از روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان اخراج شده است. روز 5 سپتامبر وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نیز از شهروندانش خواسته بود که به روسیه نروند. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند که وضع در این کشور برای شهروندان تاجیکستان روز تا روز مشکل‌تر می‌شود. همروزه پلیس روسیه از بازداشت و اخراج مهاجران به گفته آنها غیرقانونی خبر می‌دهند. طبق حساب‌های مختلف در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار زندگی می‌کنند. بیشتر مهاجران می‌گویند که پس از حادثه حمله به کراکس فشار به حدی رسیده است که دیگر کار و زندگی در روسیه طاقت فرسا شده است. روسیه حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکس در ماه مارس را کاری دست شهروندان تاجیکستان دانست. هنوز مقامات این کشور هیچ دلیلی برای دست داشتن شهروندان تاجیکستان پیشنهاد نکردند، ولی بیش از 10 نفر را بازداشت نموده فشار بالای مهاجران تاجیک را به این بهانه افزایش دادند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگوید با عیب رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافربر صدمه‌های نقلیاتی زیاد رخ داده است. با توجه به این، پلیس دوشنبه با نشر خبرنامه از رانندگان شرکت‌های مسافربر طلب کرده است که قاعده‌های حرکت در راه را قطعاً رعایت نموده جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه آمار صدمه‌های نقلیاتی با شرکت رانندگان نقلیات مسافربر را نشر نکرده است، ولی برخی از رانندگان نقلیات مسافربر میگویند آنها میدانند که برای نقض قاعده‌های حرکت در راه جریمه‌های هنگفته پیش بینی شده است. بنابراین هنگام اداره نقلیات احتیاطکار شدند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی در نیم ساله اول سال جاری بر اثر 539 صدمه نقلیاتی 236 نفر به هلاکت رسیده، 570 نفر جراحت گرفتند. تعداد صدمه‌ها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته تقریباً 12% افزوده است. مقامات شهر کلوب از جریان بنیاد منزل‌های خبر دادند که برای آسیب‌دیدگان سیل در دهه سرخاب این منطقه پیش بینی شده است. مسئولان میگویند قبل از سردی‌های زمستان آسیب‌دیدگان سیل را به منزل تامین خواهند کرد. تفصیلات در گزارش همکارمون محمود جان رحمتزاده. اینجا ساختمان منزل‌ها برای آسیب‌دیدگان سیل در دهه سرخابی منطقه کلوب جریان دارد. کارهای ساختمانی باید تا آمدن فصل سرما انجام یابد و خانه‌ها به صاحبانشان تحویل داده شوند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه میگوید خانه‌ها در جای امن ساخته می‌شوند. از جمله در این مکان 30 خانه برای آسیب‌دیدگان بنیاد می‌شود. از همین 36 نفر این زمان 30 نفرش با جای بخوف زمین جای دادگان انا شیخ آباد موضع میگن همونجا دوزی خونه‌شون سر کردن ساختن شونه. باران و سیلاب شدیدی که 25 می در منطقه کلوب رخ داد به منزل‌های نزدیک 200 خانواده در دهه سرخاب ناحیه فرخار خسارات رسانده بود. در این حادثه 36 خانه به کلی خراب شده بود. مقامات زیانی رسیده به مردم از این حادثه را بیش از 7 میلیون سومانی برآورد کرده بودند. رئیس ناحیه فرخار گفت که هزینه بنیاد منزل‌های نو برای آسیب‌دیدگان را حکومت کشور به دوش گرفته است. ای سحر ما میریم ساعت 5 سحر رحمت محترم مازشو غفور جو رحمت حکومت جمهوری تاجیکستان محترم جناب ولی که امروز مسئولیتش دادن ساختمان رفته ایستاده است. خیلی بعضی معما است که من میسازم من اینجا میخوام دیگه جا میخوام خصوصا ما گفتگو کرده راهش یافته ساختمان کارسی. حالا ساختمان 6 خانه دیگر در خود دهه سرخاب جریان دارد. ساکنان این دهه در روزهای اول از نرسیدن کمک‌ها شکایت می‌کردند. مقامات محلی میگویند که راه‌های سیلگذر دهه را نیز پاک می‌کنند تا مردم از سیلاب‌های آینده ضرر نبینند. دهه سرخاب در یک منطقه کوهدامن و در نزدیکی رود سرخاب جایگیر است. بار اول نیست که مردم این دهه از سیل ضرر می‌بینند. 6 سال پیش به این دهه سیل شدیدی آمده چندین خانه را ویران کرده بود. آن وقت با کمک دولت قطر 10 خانه بنیاد شد.
اما برخی از ساکنان گفتند که به آنها آن وقت منازل نو داده نشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سرخاب ناحیه فرخار. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حکومت طالبان از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد خواست که منار جام در ولایت غور را از خطر ویرانی نجات دهد. عتیق‌الله عزیزی، معاون وزیر فرهنگ حکومت طالبان، هنگام بازدید از منار جام در ناحیه شرک ولایت غور اظهار داشته است که سیلاب‌های اخیر به این منار آسیب جدی رسانده است و اگر سیلاب دیگر رخ دهد یا حادثه طبیعی دیگر پیش آید، احتمال دارد که منار به طور کامل ویران شود. این مسئول حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که نگهداری منار جام به عهده یونسکو است و از این نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد خواسته است که پیش ویرانشوی این آثار تاریخی را بگیرد. منار جام سال 2022 از سوی یونسکو در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. این منار 65 متر بلندی دارد و پس از منار قطب در دهلی هندوستان دومین منار بلند خشتی در جهان است. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بخوزاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 11 سپتامبر فرا میگیرد. 11 سپتامبر سال 1961 گروه حامیان طبیعت سازمان جمعیتی را تأسیس دادند که امروز به حیث بنیاد حفظ جهان وحوش و یک سازمان معتبر حامی نباتات و حیوانات شناخته شده است. در خریطه همکاری‌های فعالان این سازمان تاجیکستان هم شامل شده است. از جمله با یاری این تشکیلات با نفوذ جهانی، ممنوعگاه معروف بشه پلنگان در تاجیکستان توانست شرایط بود و باش جانوران وحشی در این مکان را بهتر نموده در افزایش سرشماری جیران مساعدت کرد. 11 سپتامبر سال 2001 گروه تروریستی القاعده در خاک امریکا مدهشترین حمله های تروریستی انجام داد که در نتیجه نزدیک 3000 نفر کشته شدند. ترورهای 11 سپتامبر آغاز جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان شد. تاجیکستان و بسیار دیگر اعضای جامعه جهانی این حمله ها را محکوم و در مبارزه امریکا ضد تروریسم همراه شدند. 11 سپتامبر سال 2018 در سن 57 سالگی یک رسام معروف و وصاف زیبایی‌های تاجیکستان ولادیمیر گلوخوف درگذشت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود در تاجیکستان رنگ، نور، هوا، کوه و آب الهام بخش او میباشند. در یکی از نمایشگاه‌های اخیرش در نیوجرسی آمریکا بهترین نمونه‌های نقاشی‌هایش را به نمایش گذاشت. شاگرد معروف ظهور حبیب‌اللهیف بود. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 117 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.